shadows. Philosophy whispers to decay. In the corners of a twisted mind, we rage against the dying light. Books scream of ancient fears, questions gnawing at the soul. Two voices sparring in the void, eternal struggle in their hearts. Conversations in the dark, tearing down these walls of thought. Scary tales and haunting dreams, Virgil's path where shadows gleam. درود به تمام شنوندگان عزیز پادکست ویرژیل. برگشتیم با کتاب جدید و سگانه. البته فعلا جلد یکشو خوندیم و ضبط میکنیم تا بعدا اون رو ببینیم جلد 2 و 3 رو که میخونیم. با درود. این کتابی که امروز میخوایم دربارش صحبت کنیم کتاب کشف جادوگران اثر چه کسی بود؟ دبره هارنکس همچین چیزی. بله. داستان درباره یک دختر تاریخ‌دانه که به شکل کاملا اتفاقی توی یکی از کتابخونه‌های آکسفورد با یک کتاب خاص مواجه میشه. یک کتاب که تمام چیزهایی که میدونه رو زیر سوال میبره و اون رو از تمام چیزهایی که تو زندگیش فرار میکرده روبرو میکنه و ماجراهای ما از همینجا شروع میشه. البته یه تاریخ‌دان ساده نبود، یه جادوگر بود که به خاطر اینکه از جادوش استفاده نکنه مثلا شده بود استاد و تاریخ‌دان، که بعدش با لمس این کتاب تمام این موارد رو زیر سوال میبره و ما هر چی میریم جلوتر تازه میفهمیم که اوضاع چقدر پیچیده‌تر و عجیب‌تره. و میدونی سوالم اینه دختر، اینقدر هر چی میریم جلوتر میفهمیم قدرتی که داره خیلی عجیب غریب‌تر و قوی‌تر از اون چیزی که خودش حتی فکر می‌کرده و واقعا داره سعی میکنه از خودش فرار کنه. و مثل تمام داستان‌های جادوگری وقتی داستان جذاب میشه که ما با یه خوناشام جذاب ملاقات میکنیم. خوناشام خداییش جذاب، هر چی فکر میکنم جذاب‌تر از اینا نیست. آره هر کارش میکنم نیست واقعا. فقط یک جا یکم خوناشام قیافشون اونقدر خوب نبود، اونم فیلم تویلایته. گورگیناش قشنگ‌تر بودن. آره اونا کلا آبروی خوناشام بردن. آره کتاب من یاد چیز مینداخت، سریال ومپایر، ولی به جای گورگینا اهریمن داشتن، جادوگر بودن، خوناشام و اهریمن. بعد این 4 تا گونه در کنار هم زندگی می‌کردن، ولی فقط این ساحره‌ها، جادوگرا، خوناشاما و اهریمنا از وجود همدیگه خبر داشتن، اما انسان‌ها این کار ظاهرا نمی‌دونستن و خیلی می‌دونی تعاملاتشون خیلی بیشتر از اون چیزی بود که مثلا ما تو چیزای دیگه می‌دیدیم. انگار آزادانه‌تر تو دنیا رفت آمد می‌کردن و خیلی راحت‌تر همدیگه تشخیص می‌دادن. تو ومپایر خیلی سخت تشخیص می‌دادی طرف مقابل خوناشام جادوگر چیه، تا زمانی که اون فرد قدرتش، تواناییش همچین چیزایی نشون نده نمی‌فهمیدی، ولی اینها انگار ظاهرا می‌تونن همدیگه رو شناسایی کنن. آره تنها کسی که توی ومپایر میتونست همه شناسایی کنه مت احمق بود که تا آخرم زنده موند. اونو ولش کن، من از اون متنفرم در حد لالیگا. کی مو ازش متنفر نیست، یعنی من هر جای این استور باز کردم من از مت متنفر بودم. آخه میدونی تنفر به خاطر این نیست که اون انسان، تنفر به خاطر اینه که تمام موجودات قدرتمند، موجودات ماورالطبیعه، خب خوناشاما، جادوگران، همه حداقل یه بار مردن. خب بعد این از اول تا آخر زنده موند. خب دیگه حالا بیخیالم. شخصیت اصلی داستان کپی برابر اصل به نظرم بانی بود تو ومپایر. کسی بود که اصلا از قدرت‌های اصلیش خبر نداشت و یواش یواش تا آخر داستان میفهمید که اوه چه قدرتایی دارن. به نظر من یه فرق اساسی داشت. بانی از اون چیزی که داشت فرار نمی‌کرد، ولی این دختره با تمام توانش سعی می‌کرد جادو فرار نداشته باشه، ولی بیشتر از اون چیزی که می‌کرد داشت استفاده. آره بانی فرار نمی‌کرد. بعد خب عشق این خوناشامه و جادوگره دقیقا میشه مثل عشق بانی و انزو بود. انزو آره واقعا یه شباهت خاصی داشتش، ولی ظاهرا قدرت این دختره یه خورده عجیب غریب‌تره. مثلا توی ومپایردارس بانی اینطوری نبود که جادوگرا بخوام بانی از بین ببرن، ولی اینجا ظاهرا همه یه جوری دشمنین یا خواهانش محسوب میشن، مثل یک شعله میمونه که همه موجودات رو به سمت خودش جذب می‌کنه و این به نظر من خطرناک. آره خطرناک. البته خب ومپایر مقدار تفاوت داشت، همه جادوگر با هم مشکل داشتن از اول، یعنی کسی زیاد به هم کار نداشت، با همدیگه رازهاشون رو اشتراک نمیذاشتن، راحت تر بودن، با
با خوناشما هم در ارتباط بودن همش. اینجا نه، اینجا اصلا این کار یه گناه نانوشته بود که تو اصلا نباید سمت خوناشام بری. آره بعد توی ومپایر دایریز این شکلی که تو خیلی هم مثلا از انسانا خیلی نمیترسن، فقط حوصله ندارن خودشون رو نشون بدن. ولی اینجا انگار دیدیم که اگه انسان‌ها بفهمن اینا هر چی بفهمن به سمت نابودی میرن. تازه هر چی ما تو داستان پیش میریم تازه میفهمیم اوضاع چقدر پیچیده‌تره. و این کتاب عجیب و غریب ظاهرا در رابطه با منشأ وجودی همشونه. من واقعا سوالی که این دختر پرسید رو میپرسم، کدوم اسکل اومده منشأ وجودی این همه موجودات قدرتمند رو توی یه کتاب جمع کرده بعد نوشته ابله. دیگه هستن دوستان گرامی، بابا تو ومپایر هم بود دیگه، کتابای مرجعی بود که همه چیز نوشته بودن، مثل همون کتابی که منه کلاس نوشته بود. آره و سوال من اینه واقعا فکر می‌کنی اگه این کتاب رو دست افراد اشتباهی بیفته چه اتفاقی میفته؟ دیگه خیلی احساس غرور میکنن که باید اصلا اینا رو ثبت کنن. نه عشق به ثبت کردن تو جادوگرا تو تمام داستان‌ها، فیلم‌ها و سریال‌ها و اینا خیلی زیاده. نمیدونم چرا دوست دارن همه چیزشون ثبت بشه. خونه‌شما هم دقیقاً ضد اینا. چی دوست ندارن ثبت کنه؟ و همین باعث میشه که جادوگران نسبت به بقیه موجودات بیشتر به دردسر میفتن. آره، حالا نمیدونم من ترجمه مشکل بود یا کتاب اینطوری بود، ولی تا نصفه کتاب به نظرم اصلا جذابیت خاصی نداشت و خیلی خسته کننده بود. آره خب میدونی داشت یه جورایی انگار داره زمینی یه داستان رو میسازه. به خاطر همینم جلد اولش خیلی فکر نکنم چیزی جذابی داشته باشه. البته اگه جلد اولش رو نخونی و بری جلدهای بعدی نمیفهمی چه اتفاقی افتاد. انگار پایه داستان رو از این جلد یادم ساخت. آره بعد داستان انگار هرچی میره جلوتر تازه داره هیجان و مسائل مختلف رو مشخص میکنه. اینکه مثلا فکر کن تو هر روز فرار می‌کردی از اینکه جادو داری، حالا افتادی وسط ماجرایی که قراره بفهمی چی هست منشه و تازه از این عجیب میفهمی که موجوداتی مثل تو دارن رو به انقراض میرن. آره یه بخشی از ومپایر هم همینطوری بود که گفتن دیگه نمیشه یه سری چیزا رو تولید کنیم و حالا کلاس و الایجا تونستن مثلا همچین قضیه رو حل کنن با کتاب. آره خب ظاهرا به قول خودش که میگفتش برعکس این موجودات که تولید مثلشون هی پایین و پایین تر میره، انسان‌ها هی رشد میکنن و تولید مثل خیلی بالایی دارن. تو تمام این داستان افسانه‌ای چه جادوگرای هری پاتر، چه جادوگرای ومپایر دایریز یا هر کدوم از این داستانایی که با ماورالطبیعه در ارتباطن، بیشترین مشکل و ترسشون از انسان‌ها بوده و به خاطر این هستن که انسان‌ها قدرت عجیب غریب داشتن، به خاطر اینه که جمعیت انسان‌ها 10 برابر اونهاست و سرعت رشدشون هم بود. حالا طبق کتاب اولش که 50-50 بودن، بعدش انسان جالبه که تو تمام داستان‌ها انسان زود تکامل پیدا میکنه، حتی توی حالا علم و اینا هم که بخوایم بررسی کنیم ما خیلی خوب تو این شرایط زمین دوام آوردیم، در حالی که بقیه موجودات تا حالا اینقدر دوام نیاوردن. به جز سازگاری عجیب و غریب انسان‌ها و تولید مثل عجیب و غریب درمیانشون یک چیز دیگه‌ای هم وجود داره. به نظر من انسان‌ها با وجود ضعفشون دشمن تمام موجودات دیگه‌ان. آره فکر کن حتی زمان دایناسورها هم انسان‌های اولیه بودن که یه سری دایناسورها رو شکار می‌کردن. یکم علم میره یه سوال با این قضیه. خب نمیدونم چی بگم، چون حالا اون چیزی که میگم که دایناسورها با شهاب سنگ و اینجور چیزا از بین رفتن، کل زمین موجوداتش از بین رفتن دیگه، انسان چجوری می‌خواسته زیر شهاب سنگ از بین نره؟ مگه مثل فیلم دسرد رفته باشه یه زیرزمین کنده باشه رفته باشه اون تو. هر چیزی ممکنه، به هر حال ما هیچی ندیدیم و هیچ شواهدی هم نیستش که بتونه مطمئن و با اطمینان 100% بتونن در رابطه با این چیزی تایید کنن وجود نداشته. اینم هست. حالا بحث علمیش به ما نمیاد چون حوصله نداریم بشینیم این همه مقالات علمی بررسی کنیم و در حد کتاب فانتزیاش میریم جلو. خب اگه من بخوام این کتاب توصیه کنم، میگم کتاب فانتزی قشنگیه در زمینه جادوگران، اما جلد اولش حوصله سروره ولی بیس داستانه. در هر صورت توصیه من اینه که کتابی که میخونین 3 جلدش که تموم شد سریالش هم نگاه کنین. سریال کشف جادوگران سریال خیلی قشنگی داره تو زمینه جادوگری و اینها. شاید یه خورده با کتاب متفاوته و یه خورده ممکنه با انتظارات ما فرق کنه ولی قشنگ. سریالش انگلیسیش اسم انگلیسیش چی میشه؟ همون کشف جادوگرانه. من هزاران بار به تو نگفتم اون ترجمه که ما میکنیم اسم سریالا ممکنه با اون چیزی که نوشته باشن فرق میکنه. من فقط تو باز فارسی دانلود کردی؟ بله. دست شما درد. حالا اگه من پیداش کردم حالا تو کپشن می‌نویسم که کدوم سریاله. و حتی اون بخشی که حالا داشت میگفت مادر پدرش
توی سیلم مردن. یه سریال داریم البته کنسل شد که یه فصل اومد، فکر کنم یه فصل 8 قسمتی بود، سیلم بود اسمش، در مورد اون جادوگران اولیه و مشکلاتی که تو اون شهر داشتن و بعد از بین رفتن. حیف شد که کنسل شد. حالا بعد هنوزم خودم هم نگاه نکردم، نگاه کنم، ولی ریویوهای خوبی داشت. به طور کلی حالا داستانش جالبه. دخترم خیلی شجاعه چون یهو میره ژنتیکیه جلوی خوناشم از خودش خون میگیره. این خیلی خطرناکه ولی خب خواهی داشت. تو این داستان برعکس خیلی از داستانای ماوراءالطبیعه که همش توی ماورا تمرکز دارن، این داستان اومده خیلی از مسائل علمی و منطقی رو هم با جادو قاطی کرده و اومده انگار جفتشون رو به چالش کشیده، اومده به مسائل علمی ما از دیدگاه جادویی نگاه کرده. آره کتاب خیلی علم منطق آورده بود وسط، منطق فلسفه، مثل کتاب ما شده بود که یه جامعه دیستوپیایی و دیکتاتوری رو داشت به سبک علمی و ریاضی تعریف میکرد. انگار سعی جادو رو انگار منطقی جلوه بدن که آخرش هم فهمیدیم نمیشه، ولی بازم مثلا اومده بود ژنتیک تک تک موجودات عجیب و ماورایی اومده بود مثلا خونه. آره ولی جالبش برعکس تمام داستان‌های دیگه است. تمام داستان‌های دیگه انسان‌ها دارن خوناشاما و اینا رو بررسی می‌کنن که ببینن ژنتیکشون چرا اینطوری شده و چرا خوناشام شدن که خودشون خوناشام بشن. اینجا خوناشامه داره ژنتیک رو بررسی می‌کنه و این خیلی عجیب‌تره. چون نگاه کن تو بیشتر داستانا انگار منشأ خودشون رو انگار میدونن یا اصلا دنبال منشأ خودشون نیست، اما تو این داستان هیچ کدوم نمیدونن منشأ به وجود اومدنشون چیه. چون نگاه کن برعکس داستانای دیگه تو این داستان خوناشاما هم میتونن متولد بشن ظاهرا و اهریمنان اینطوریه که مثل نقص ژنتیکی میمونه، مثل یک جهش ژنتیک بود توی جهش ژنتیک توی مردان ایکس. انگار اینجا همیشه که اهریمنان انگار یهو مثلا توی یک دوره سنی متوجه میشن ای من دیگه اون آدم قبلی نیستم، قدرت‌های عجیبی دارم، متفاوت شدم و به خاطر همینم اینها خیلی بیشتر از موجودات دیگه‌ای که ما خوندیم دربارش داستانه که دنبال اینن که منشأ خودشون رو بفهمن که چجوری به وجود اومدن. هر خصوص فکر کن نظر می‌کردی چون احساس می‌کنی گونه‌ت در حال انقراض. آره اینش یه مقدار جالبش کرده بود قضیه رو. و حالا جلد یکش اونقدر جذابیت نداره، امیدوارم جلد 2 و 3 بهتر باشه و دیگه باید حالا ببینیم که جلد 2 و 3 رو میتونیم بخونیم و بیایم برای شما ضبطش کنیم. و مثل هر داستان کلاسیک عاشقانه دیگه پسر در آخر دختره می‌دوزه میبره خونه‌ش. یه والا ما با شما زنا نمیدونیم چیکار کنیم دیگه، نهایتا میگه با دوزیم ببریم. مثلا نمیدونم چرا همیشه عاشقانه و آخرش به اینجا خسته میشه. مثل آدمیزاد دختر خواستگاری کنه دختر با ملایمت، اصلا چرا یه بار دخترت پسر نمیدوزه دیگه عموما دخترها یا یاد ندارن یا نمیخوان بدوزن. بچه‌ها اینقدر مسخره بازی در میان دخترها میخوای بری بهشون پیشنهاد بدی ردت میکنن، نتیجتا میگیریم که بدوزیم و ببریم خونمون راحت تری. بله موفق باشید. قربان شما. و خب دیگه حالا تا قسمت بعدی منتظر بمونید. حالا یوتیوب و بقیه شبکه‌های اجتماعی فعاله، لایک و کامنت و سابسکرایب و فالو و اینجور چیزا هم فراموش نشه و لطفاً حالا برای دوستاتون هم بفرستین این قسمت رو. آره خواهر من فقط بلد بگه بدرود و حالا تا قسمت بعدی خداحافظ شما. In the library's depths we find ancient wise words, a shadow of knowledge where logic gets blurred, whispers of darkness where philosophers tread, in our two-voiced dialogue ancient fears are read. Books that unravel the maze of the mind, stories of echoes in corners confined, pages that ponder the meaning of dread, philosophers' musings in shadows now spread. In the still of the night we review deep and true, dark and scary reflections in every view. Two voices collide in a realm so bizarre, with echoes of past in our midnight bazaar. Tones that speak truths of the cosmos in dust, with sentences shadowed in wisdom we trust. Our dialogue dances on specters' delight, exploring the void in entwined dialogue fly. Questions that linger like fog in the air, books that make sense of nightmares and care, philosophers journey through realms of despair, in whispered discussions to minds laid bare. In the shadows of knowledge where fears intertwine, reviewing the darkness where two voices shine.
Pages that unravel the mysteries within, philosophical echoes where thoughts begin.